کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 2 ایول سال 2024 در دو صدمه دهشتبار در کیلومتر پنجم راه دوشنبه خوجند در حدود نویه ورزوب در راه عینی کوهستان مشچو در نزدیکی دهه شوت پایان نویه عینی 8 نفر 3 مهمان از جمهوری ازبکستان و 5 عضو یک عائله از شوت پایان با شمول زن و شوهر و 3 فرزند خردسال آنها به هلاکت رسیدند. تنها در یک هفته اخیر بر اثر صدمه و در راههای تاجیکستان حدود 30 نفر از جمله تقریبا 10 کودک جان باختند. بنا به اطلاع کمیته صدمه اول مرگبار 2 ایول سال 2024 تخمیناً ساعت 13:00 دقیقه در کیلومتر پنجم شورای دوشنبه ورزوب خوجند روی داد. راننده ماشین تمغه نکسی با رقم‌های دولتی ازبکستان هنگام حرکت از سمت شهر خوجند به طرف شهر دوشنبه به ماشین بارکش کماز برخورده است. در نتیجه صدمه راننده و 2 مسافر نکسیا در جای حادثه جان دادند. همه آنها شهروندان ازبکستان بودند. نجات بخشان کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان به جای حادثه آمده هلاک شدگان را با استفاده از تجهیزات مخصوص از داخل ماشین پچق شده بیرون آوردند. شخصیت راننده را معاین کردند. او بایگیتوف نور محمد سال تولدش 1964 ساکن ولایت فرخانه بوده است. شخصیت مسافران او نیز معاین کرده می شود. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان درباره این حادثه روز 2 ایول خبر داده است. صدمه دوم دهشتبار در حدود نویه عینی ولایت سوخت رخ داد. 2 ایول سال 2024 تقریبا ساعت 16:50 دقیقه در نویه عینی کوهستان مشچو در نزدیکی دهه شوت پایان جماعت مرز نویه عینی راننده ماشین تمغه موسی ساکن 32 ساله دهه شوت پایان هنگام حرکت از طرف مرکز نویه به طرف دهه شوت پایان از عهده اداره ماشین برآمده نتوانسته ماشین را به تقریبا 450 متر چپه کرده است. در نتیجه همه 5 نفری که در داخل ماشین بودند راننده، همسرش و 3 فرزند خردسال آنها در جای حادثه جان دادند. کمیته حالتهای فوق‌العاده با اظهار همدردی به نزدیکان قربانیان این صدمه از همه رانندگان بار دیگر خواسته است که هنگام حرکت در راه خیلی هوشیار باشند و تمام قاعده‌های حرکت در راه را به خصوص سرعت را قطعاً رعایت کنند. یادآور می‌شویم روز 27 یونیو سال 2024 بر اثر برخورد 2 اپل در موضع آفتابلیقا در کنار شهر کولاب در جنوب شرقی تاجیکستان 7 ساکن نویه مومن‌آباد از جمله یک مادر جوان با 3 فرزند خردسالش به هلاکت رسیده. 4 نفر دیگر چند روز باز با جراحت‌های وزنین در شعبه ریانیماسیون بیمارستان کولاب قرار دارند. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آور راه‌های پرخطر دانسته شده هر سال بر اثر صدمه‌ها در این کشور تا 400 نفر کشته و تا 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند.